محمد نصراللهی موسیقی چقدر زیبا، چقدر فورم، گوشنواز، هوشنواز بود و با همین صفت‌ها ما را وادار ساخت که حالای خود را زیبا بنیاد سازیم و فرداهای خود با چشم نیک بنگریم و خوش به حال همان نفری که همیشه پیروی همین گونه موسیقی است. خوش به حال همان نفری که همیشه می‌خواهد طنین انداز باشد همین گونه موسیقی و با گوش و هوش گوش دهد. ولی باز هم گفتم به مورد است که بیشتر خوش به حال همان نفری که میتواند همین گونه موسیقی را به وجود بیارد، همین گونه موسیقی را نوازد، درک کند، فهمد و همین مسئولیت را بر دوش داشته باشد و از عهده‌اش به خوبی برآید. دوستان عزتمند، شامتان را بخیر میگوییم و باید قید نماییم که همین خوشی را اینشان برای ما و شما فراخ گردانیدند، فراهم آوردند. مطربان و آوازخوانان انسمبل شش مقام فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف با راهبری هنرمند خوش سلیقه، هنرمندی که همیشه تنبور به دست است و الکی با همین فضیلتش ما را وادار میسازد که بسیار هم ارج دارد به موسیقی سنتی، اخلاص دارد، میپرستد. جمشید ارگاشف، هر یکی شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر. و چون در عرفه روزی شش مقام قرار داریم، مبارکتان میگوییم و میدانیم که شما پیوندی دارید بواسطه با این ژانر، با موسیقی سنتی. همیشه حیات خود را هیچگاه تصور کرده نمیتوانید به این موسیقی. البته. درود و پیام میگویم با تماشابینان و دوستداران برنامه خاطره ها و کلی تماشابینان و دوستداران تلویزیونی، واقعا هم دوست داشتنی سفینه. از همه خوشی هایی که شما قید نمودید یکیش ماند، خوشا به حال ملتی که چنین موسیقی دارد. بله. و واقعا هم باعث افتخار است که ملت ما دارد. بله. واقعا باعث افتخار است که استادان ما آفریدن چنین موسیقی والا را و امروز به ما میراث گذاشتند و ما باید خوب بیاموزیم. یعنی که وجود خویش را در زمینه در اساس همین موسیقی باید تربیت بکنیم. فرزندان خویش را باید در زمینه موسیقی ملی خودمون تربیت بکنیم تا اینکه همون حسی وطنداری و حسی خویشتن شناسی و حسی ملیشون بالا شود، زیادتر شود. و چنانه که قید نموده در عرفه یکی از روزهای بزرگ است برای ما هنرمندان همین موسیقی، نمایندگان موسیقی والای شش مقام که ما نیز یکی از خوشبخت‌ترین هنرمندان هستیم که روزی مخصوصی داریم. یعنی که با فرمان تاریخی پیشوای معظم ملت از 12 می سال 2000 همه ساله 12 می شش مقام جشن گرفته می شود. یعنی که روزی شش مقام تجلیل کرده می شود. هنرمندان این ژانر موسیقی خوشبخت‌ترین کسانی هستیم که همه ساله ما روزی کسبی خویش رو جشن میگیریم. همه ساله ما از این برنامه تا این برنامه فعالیت خویش رو دوچند میکنیم، کوشش میکنیم که چیزهای نوی آفریده باشیم. اقلا چیزهایی که در حاشیه، در پایه اون چیزهایی که امروز هست و تقلید به استادان کرده، تقلید به بزرگان ما کرده، چیزی آفریده باشیم که ماندگار باشد و فردا نسل آینده نیست همچنین که ما امروز خاطره ها را بیدار کرده ایستادیم همچنان به خاطر بیاورند و برنامه ها بسازند، برنامه ها برپا کنند تا اینکه همون ایجادات ما نیز پاینده باشد. بسیار درست گفتید و همچون یک شخصی مشاهده کار من همین را گفته میتوانم که نوبسته از آنی که قریب همه روزه سرکار هستید، پی ایجاد هستید، محض در همین عرفه روز شش مقام باز هم دوچند میگردد، ده چند میشه. ده چند میگردد. برای آن که میدونید چنانی که گفتم این روزی مخصوصی ما است. ما کوشش میکنیم که یک برنامه با شکوه باید آماده سازیم. کوشش میکنیم چیزهای نو باشد، چیزهای جدید باشد. یک چیزهایی باشد که دقت تماشابین را جلب کند. در حقیقت از برنامه ما لذت ببرند. فرق کند از دیگر بله برنامه حتما. از دیگر سالها. همه کوشش خویش رو به خرج میدیم که یک برنامه باشد که خاطرنشین باشد، خاطرمان باشد و تا سال آینده مخلصان ما، تماشابینان ما، دوستداران این موسیقی والا گفتنی های داشته باشند، در ترازوی عقلشون بر بکشند که اون برنامه از این برنامه چی فرق است و اون کمبودی ها باشد، پیشنهاد ها باشد. ما همه وقت
خوشحال میشیم از اونه که اگر به ما یگان توجه پیشنهادی میکنن. باشد. این بله. علامت توجه است. این علامتی اون است که بی فرق نیستند. بله. موسیقی ملی ما، موسیقی سنتی ما شش مقام در همه دور و زمان شنونده خیش رو داشت، دوستداران خیش رو داشت و امروز هم من چون که میبینم از زیاد شدن صف جوانان، از زیاد شدن هم شنوندگان هم اجرا کنندگان این موسیقی والا پی میبرم که در حقیقت بار بزرگواری گفته بودند که اگر در دنیا یک تاجیک باقی بماند شش مقام زنده است. همه دلباختگانی که با همین موسیقی سر و کار میکنند میخواهم این ندارمون رو به پیشوای معظم ملت برسونم که محض فرمان تاریخی ایشان با شش مقام ما حیات دوباره بخشید. بله. یعنی که احیا گشت. شش مقام دوباره در سرتاسر کشور، در همه گوشه و کنارهای کشور انسمبل های شش مقام، استودیوهای بچگانه شش مقام سرایی، ترغیب و تشویقات شش مقام دوباره احیا شد. راستی یک سال پورا قبل یک برنامه خوب پیشنهاد کردید، یک خاطرات خوبی بود با همراهی زرینه رحیمی. بله. و وقتی که من این برنامه را تماشا کردم آنجا گفتید که خوشبختانه اظهار قناعتمندی نمودید از فعالیت همان روزه انسامبل، یعنی گفتید که ما امروز سمت خود را معین کردیم درست. و تعلیم را درست به راه ماندیم. درست. و باز یک سال دراز ما دیدیم که چگونه سرودهای نو به نو بازخوانی کرده شدند، سرودهای خوب بود. درست. چهره‌های نو کشف گردیدند، روی صحنه برآمدند، ولی باز هم باور دارم که ناگفته ها زیاد است در داخل خود انسامبل. برد و باخت ها بود، کامیابی ها بود، پیشروی ها بود. بله. میگویند که در عرفیت میگویند که اگر بردارد زم کن، نبردارد کم کن. کم کن. همین مقاله بسیار درست است، خصوصا با انسامبل ما. امروز من از کنار نگاه میکنم، ثبت‌های تلویزیونی را تماشا میکنم، همچون متخصص میگویم که در حقیقت ما راهی درست را انتخاب کردیم، کار و فعالیت خیش را با یک مجرای درستی کار گذاشتیم و نتیجه های خوبی هم گرفتیم. و زم کردن شما نیز از همین جاست که مثلا شما امروز درست فعالیت دارید. بله، زم میگویم زم کردن به معنای چی است؟ به معنای اون که چون میبینید انسامبل ما قریب همه جوان ها هستند. بله. هر امکانیتی که من داشتم استفاده بردم، اهل ایجاد انسامبل ما از عهدهش برآمدم. دیده ایستادم امروز که خیلی کارهای زیادی رو میتوانند به انجام برسانند. باز هم چیزهای خوبی زیادی دیگری هم کردن ممکن است. برای همین من از فعالیت امروزی انسامبلمان کاملا من خانه هستم، اما حالا هم همه امکاناتمان رو استفاده نبرده ایستاده و فکر میکنم که دوام این سال ما باز هم بیشتر همون پهلوهای دیگری که ما تا به امروز کشف نکردیم و استفاده نبردیم کشف خواهیم کرد، استفاده خواهیم برد. برنامه‌ای که روز 12 می ما پیشنهاد مخلصان میگردانیم، پیشنهاد تماشابینان، فکر میکنم از برنامه سال گذشته خیلی فرق میکنه. با چیش؟ با مضمون و محتوایش، با شکلش که ما پیشنهاد میکنیم. مثلا سال گذشته ما دو برنامه پیشنهاد کردیم. یکیش برنامه سلسله مقام نوا بود، یعنی به شکل سلسله اجرا شد، پرره مقام نوا. روز دوم سرودهای در اجرای علاهیدگی هر یک آوازخوان انسامبل ما بود. سلسله همون نوایی که زیاده از 1 ساعت بله، صدا داد. بله، 1 ساعت و 5 دقیقه بود. بهترین. امسال ما تصمیم گرفتیم کمی شکل برنامه ریزیمون دیگر خیلتر کنیم. یعنی که ما کارگردان دعوت نمودیم، با مصلحت استادان و با مصلحت راهبریت متخصصان خوبی را دعوت کردیم که از نگاه تخصصی ایشان برنامه ریزی شکلش کمی دیگرگون می شود و بار اول در برنامه کنسرتی انسامبل شش مقام ارکستر سازهای ملی که در تاجیکستان یگانه است به نام استاد امان همدمov در یک جایگی با هم آواز ارکستری سازهای ملی برنامه ریزی خواهد شد. همین سی را فوش میکنم و چیزی دیگری میخواهم علاوه کنم که طریق ارکستری سیمفونی نزد دستگاه اجرای پرزیدنت نیز دو اثری مقامی را
سلسله اثرها رو ما آماده کردیم که این هم نیز پیشنهادی مخلصان خواهد گردید. فکر میکنم برنامه باز هم خوبتر و رنگین‌تر خواهد شد. راست میگویند همین نفرانی که با ژانر موسیقی سنتی سر و کار دارند یک سال دراز زحمت میکشند تا اینکه باز هم یک کنسرت خوب رو، باز هم یک کنسرت مکمل‌تر رو پیشنهادی بیننده سازند. یعنی هیچ وقت استراحت نمیکنند. برای 12 می سال 2023 ما از 13 می سال 2022 آغاز میکنیم. به یگان مبالغه. یعنی راست است. راست است، برای آن که این موسیقی بسیار موسیقی بزرگ است، بسیار یک موسیقی مرکبی است و شنونده‌اش هم همین خیلی است. بله. شخصان بسیار ذکی، شخصان بسیار دانشمند که از سفت و نوایی عرفانی، از غزل‌های عرفانی و تصوفی خوب و خبر هستند، خوب درک میکنند. از همه مشکلش همین که استادان ما قبلا الکی قریب که همه ششمخان رو در سطح بلند اجرا کردند و مردم ما گوش و هوششون از همین صداهای زیبای و اجراهای بلند تربیت یافته است و ما کوشش میکنیم که اقلا در پایه استادان سراییده باشیم. کوشش میکنیم که گوش خراش نبراید یا اینکه اون باوریه که امروز شنونده، امروز مخلص، امروز دولت و حکومت برای ما جوانان باوری حاصل کردند و شرایط فراهم آوردند تا اینکه ما فعالیت کنیم و ما حقوق نداریم که اون سطحی که استادان ما گذاشته بودن هم سطح را پایان کنیم و برای همین باید همه روزه به استراحت اونقدر وقتی بسیار نمیگیرد، هر روز 3 ساعت 4 ساعت در اطراف همین موضوع کار کردن، فکر کردن، دریافت کردن، ایجاد کردن، تمرین کردن، میبینید که همین 364 روز همین خیلی گذشت رفت. میخواستم کمی درباره محتوای برنامه امروزه گفته گذارم چون در عرفه تجلیل روز ششمخام هستیم. امروز برنامه ما از 3 سرود و نوا عبارت است. موسیقی اولی که در آغاز ما نواختیم مخمس نصراللهی، یکی از شاه اثران ششمقام است، از قسمت سازی ششمقام یعنی مشکلات ششمقام است، از مقام بزرگ است. در همین شکل فکر میکنم که بار اول این موسیقی صدا داد برای آن که ما کمی خواستیم همون راه و روشی سبک انسامبل خودمون رو وارد کنیم. بعضی چیزهای المنت های نوآوری بود که فکر میکنم که متخصصان خوب درک میکنن و پای در همه نوازش ها نیست، یعنی پای در همه صدا دادن هر یک اسباب موسیقی نیست، اینجا به خود خاص یک شیره داشت، مزه داشت. بله، ما کوشش کردیم اقلا همون سازهای نادری که ما در انسامبل داریم اقلا یک پارچگی خورده که باشد هم صدایشان علاهیده صدا دهد برآمده باشد که تا اینکه همون نقش خود را در اثر موسیقی معرفی کرده باشد. یکی از عنعنه‌های اصیل ششمقام سرای عنعنه استاد و شاگرد، یکی از اثرهای مشهورترین موسیقی کلاسیکی ما به عنوان اشاق صادرخان آماده کردیم و این در عنعنه چخیلی که گفتم استاد و شاگرد است، تنها تنبور و صدای آوازخوان است. یک اثر دیگر درباره شخصی که در رشد ششمقام خیلی سهم بزرگ دارند، از ایجادات همین شخص ما یک اثری آوردیم که دیرتر صحبت میکنیم. مرحمت عین زمان اشاق صادرخان از طرف هنرمند انسامبل ششمقام فیلارمونی دولت تاجیکستان به نام یکشهر جورایف پولادوف غیرتشاه اجرا می شود. مرحمت. کرشم زلیخا و دلی ما را چونان را بود که یوسف دلی زلیخا را جانم
فیغان کی مرغی دلم سیدی طفل نادان است که بال و پر شکند مرغی رشته بر پا سجودی خاکی رهش بردنم تمنا برد به خاک میبرد امروز این تمنا را جانم با آن تکلمی شیرین لبی که جان بخشد بدم زدن نتواند کسی مسیحا را شراری سینه مجنون زی آتشی لیلی کباب ساخت همه آهوانی صحرا را جانم کرشمه های غزالان مست می بخشد فراغت از دو جهان عاشقانی شیدا چی سود پندی کسان چون نمی برد زی دلم هوای قدی دلارم زیبارا جانم حالا که جامی دل خسته
خواستم کارا به شکل و شیوه سوارانی سر بالا باشید. جمشید این را ببینید که برای نشان دادن، برای ترنم، ترحم، عموما برای رسانیدن شهامت و فصاحت و بلاغت بسیاری از موسیقی ها، خصوصا موسیقی های جهانی، انسامبل ها در یک جایگی می نوازند. ولی اینجا برای درک نکته و نقطه عالی موسیقی ما را کفایه بود که تنها دو صدا را بشنویم، یکی تنبور، یکی آواز خواننده. همین است شش مقام، همین است موسیقی اصیل ملت تاجیک و عنعنه استاد شاگرد که من در بالا قید کردم. همین مکتب وادار میکند که هم آوازخوان هم نوازنده در علاهیدگی در کسب خویش متخصصی خوبی باید شوند و در اجرای این یا آن ترانه، این یا آن اثر شش مقام آوازخوان باید با تمام وجودش اجرا کند و همه توانایی خویش را نشان دهد. مطرب نیز در نوبت خود تمام هستی خویش را با طریق ساز موسیقیش باید نشان دهد و آن چیزی که میخواهد طریق ساز بیان کند. در یک جایگی یک اثر موسیقی را باید اجرا کند. بله. خیلی مکتب بزرگ است، خیلی مکتب پایه اساسی مستحکم و محکم صنعت است که همین مکتب استاد شاگرد می آموزند و تربیت می کنند. برای همین شش مقام را به همین مکتب می آموختند، یعنی که به طریق شفاهی از دل به دل، یعنی که استاد با شاگرد می نشست، تمام نازکی های اثر، تمام نازکی های شعر، هم علم عروض و موسیقی، هم اساس های شش مقام، هم نواختن ساز موسیقی، هم درک کردن معنی موسیقی و شعر و چون که گفتم همین از بزرگی شش مقام. اینجا تا چه اندازه نقش می‌بازد انتخاب آواز درست تا اینکه ما انا همین گونه با شکوه و شهامت خاصش بشنویم؟ نه فقط آواز بلکه انتخاب درستی اثر هم باید باشد. همه اثرهای شش مقام را در همین شکل اجرا کرده با همین شکوه و شهامت رسانیدن و غیر امکان است، برای آن که هر یک سرود و هر یک اثر شش مقام راه و روش خود را دارد. برای همین انتخاب درستی اثر نیست، خیلی نقش بزرگی می‌بازد. در رفت کار من بعد با شناخت آوازخوانا بعداً خوب آدم میشناسد که کدام آوازخوان چقدر لیاقت دارد، در کدام سطح است، در کدام سمت باید بیشتر فعالیت کنند، بیشتر کار کنند. همین چیزا معین که شد، بعد از امکانات های آوازخوان گرفته اثر انتخاب می شود. خب شکل سراییدنش انتخاب می شود. من خود دوست دارم با همراهی با هم‌آوازی فقط تنبور سراییدن رو. این اثر رو ما با همراهی مطربان انسامبل شش مقام آماده کرده بودیم. در تمرین اخیرانی که پیش از ثبت برنامه ما تمرین کردیم، من به خلاصه اومدم که همین اثر رو فقط با صدای تنبور اجرا کند و غیرت جانم راضی شد. کوشش کردیم یک دنیای دیگری باشد. کوشش کردیم که شش مقام رو از این پهلویش نشان داده باشیم. و خیلی میدونیم همین شش مقام با ساز تنبور هم نواست، هم صداست، تولید شده است. دمساز است، بله تولید شده است و جدایی ندارد. ندارد حتما، برای آن که شش مقام در
پرده های همین ساز تولید شده است. یعنی ساز اساسی شش مقام ساز تنبور است. همه شش مقام با همه شهامتش، با همه بزرگیش در اساسی همین پرده های همین ساز ایجاد شده است، تولید شده است. سیستم شش مقام تشکل یافته است. علمی شش مقام ساخته شده است. برای همین تنبور و شش مقام این چیز جدا نشونده است و خصوصا در آموزانیدن شش مقام تنبور حتمی باید باشد و بیهوده نیست که استادان ما همه تنبوری بودن، اهل تنبور بودن. بله. و تنبور می نواختند، خوب می نواختند، خوب تنبور را می شناختند و تمام شش مقام را در دسته آوازی تنبور تحلیل هم می کردند. چون از آموزانیدنش حرف گفتید اینجا، بیاید از توجه امروزه جوانان یک قصه کنید که چگونه است، در کدام سطح است. چون ما از روی مشاهده ها، تجربه ها گفته می توانیم که جوانان در واقع ارج دارند به این ژانر موسیقی، به این موسیقی سنتی گوش میکنند به مبالغه. این اگر در یک روز 24 ساعت نباشد هم ولی همیشه دوست می‌دارند و افتخار میکنند. درست. و چون شما همچون یک استاد چی میگویید در این مورد؟ در مورد جوانان من همه وقت میگویم که هر سال نسبت به سال پیشین دیده خوبتر و بهتر میشود. جوانان نظرشون به موسیقی کلاسیکی ما بیشتر و زیادتر است. هم خواهششون زیادتر است، هم سطح اجرایی شش مقام نیز بالا رفته شده است روز تا روز که بسیار چیزی مهم است. چون شش مقام صنعتی بسیار مرکب است و برای اجرای شش مقام حتما آوازخوان باید آوازی قوی باید داشته باشد یا دیاپازون بزرگی باید داشته باشد. خوب طلباتهایش خیلی زیاد است. چون یک علم جداگانه است خود شش مقام. برای همین ما اگر با یک سخن گوییم خیلی ژانر مرکب است. اجرا کنندگان این موسیقی نیز بسیار شده نمیتوانند. انگشت شمار ولی خیلی خوب. بله، چون که امروز به نظر میرسد خیلی و خیلی از سالهای قبلی دیده خیلی و خیلی خوبتر و بهتر است و این البته باعث افتخار است، باعث خوشبختی است، باعث خرسندی است که امروز صفی جوانان و صفی دوستداران این موسیقی کلاسیکی زیادتر شده است. خب در کلوار برنامه باز یک موسیقی دیگری داریم. بیاید سری سرفه همین سرود کمی حرف بزنیم، از خاطراتش سخن کنیم. این سرود بسیار جای شنیدم که بسیار به من مقبول آمد و من درباره این سرود اخبار گفتم. اخبارات باید باشد که این سرود هم خیلی سرود زیبای تولید شده است و اجرا شده است. اجرا کنندش چون که گفتم یکی از شخصانی که در رشد شش مقام خیلی نقش بزرگ دارند. استاد زنده یاد ما شادروان استاد علی جان سالیوف می باشه که در زمان خیش خیلی سرودی مشهور بود. یکی از سرودهایی که استاد را مردم شناخت، خوبتر شناخت، بهتر شناخت. استاد علی جان سالیوف یکی از استادانی هستند که در وقتی راهبری اون کس هم در کافدره موسیقی شرق در دانشگاه صنعتی تاجیکستان برای استاد میرزا ترسونزاده و هم در وقتی راهبری ایشون در انسامبل دولتی شش مقام در کمیته تلویزیون و رادیو. خیلی شش مقام در همین زمان خیلی رشد کرده بود. استادان بزرگترین شش مقام اون دوره سرجم در یک جا فعالیت میکردند. مکتب خاصه خود همون مکتب رو رشد میدادند. شاگردان خیلی زیاد تربیت کردند و ناگفته نماند که در وقت مدیر کافدره بودن استاد علی جان سالیوف دانشجویان دانشگاه صنعت بار اول در سیمپوزیوم اولی بین المللی که در شهر سمرقند برگزار گردید از همه جایی بهترین را اشغال کردند. پیوسته بعد از همان علاقه نظر و دید مردم دنیا نسبت به صنعت ما با دانشجویان ما با شش مقام ما علاقه نظرشون دیگر شد. استاد گویم که یکی از سببگاران همین برد بودند. یکی از سببگاران بودند که دانشجویان رو سرجم کردند، استادان رو سرجم کردند. نقش باریز نقش بسیار هم مهم داشتند و من چند سال با استاد یک جای فعالیت کردم. همکاری هم داشتم. بله. اکادمی مقام که سال 2003 بار اول باز شد، اکادمی مقام تشکیل کرده شد از طرف هنرمند مردمی تاجیکستان استاد عبدالولی عبدالرشیدوف. چون مکتب خصوصی بود بار اول در حوله استاد علی جان سالیوف تشکیل شده بود.
یعنی فعالیت خیش رو اکادمی مقام در حوله استاد آغاز کردم. مکتب خاصه خیش رو داشتن استاد. من دیدم که چند از ستاره های امروزه صنعت استرادای تاجیک نیز برای گذاشتن درستی آواز به استاد مراجعت میکردند. خب من شاهد زنده هستم که استاد در حقیقت متخصص بسیار خوبی کاری خیش بودند. شاگردان زیادی تربیت کردند و خصوصا در صنعت در رشد صنعت شش مقام در حقیقت خیلی نقش بزرگی را بازیده هستند و تا به امروز ما ثمره‌اش را نیز میبینیم. پس پس از آن گونه‌ای که شما تعریف کردید باز هم مشتاق‌تر شدیم تا اینکه همین سرود را بشنویم. کی می‌سراید؟ مرحمت یکی از هنرمندان انسامبل ما روشن جان رسولوف می‌سراید. مرحمت قضاوت از شماست. مرحمت. چشمم تا سحر گشته گشته بر قدو بستت کنم تا همان وقتی که رخشد بودیم شب یاری ما بیدار خواب سپاس به شما آوازخوان جوان این انسامبل روشن رسولوف، سپاس به مطربان انسامبل شش مقام فیلارمونی دولتی تاجیکستان، سپاس به شما جمشید تشکر. و اینچنین تشکر به شما بینندگان گرامی که با ما بودید.
و با ما یک جای ورق گردان نموده دفتر خاطرات خود را ما این را قدر خواهیم کرد. خیر.